درود بینندگان عزیز، برنامه صحبت روز را از تلویزیون علم و طبیعت تماشا میکنید. امروز ما با استاد فاکولته ژورنالیستیک دانشگاه ملی تاجیکستان سعید حلیمی شاهانی صحبت میکنیم تا روشنی اندازیم که ژورنالیستیکا دیروز چگونه بود، امروز چی طور است و آینده چی خواهد شد. یعنی اطراف 4 شکل واسطه های اخباری عامه، مطبوعات، تلویزیون، رادیو و اینترنت ژورنالیستیکا. شما را نخست به استودیوی مرکزی تلویزیون علم و طبیعت خوش آمدید میگیم. در ابتدا میخواهم بگویید که به نظر شما ابتدای ژورنالیستیکا چگونه بود؟ تشکر. ژورنالیستیکای قبل از ژورنالیستی یا اینکه ژورنالیستیکای تا ژورنالیستی، البته ما تا شکل اولی ژورنالیستیک یعنی تا مطبوعات را در نظر داریم. خب انسان به طور طبیعی همه وقت برای اطلاعات نیاز داشت و برای گرفتن اطلاعات نیاز داشت. این یک امر طبیعی است و از زمانهای پیش هم از زمانهای قدیم هم اطلاع رسانی بود. البته شکل‌های گوناگون داشت، یعنی شکل‌های همون حتی قبل از کلاسیکی هم گفتم میتونیم. برای مثال ما میتونیم مثالی مشخص آورده که خب اینها چاپران بودند، اینها جارچیان بودند، اینها قلندران بودند، اینها وایزان بودند که اطلاعات را به مردم میرساندند. البته مفهوم اطلاعات هم وسیع است و هر کدام این اطلاعات هایی که مربوط به خود بودند برده میرساندند. برای مثال در زمان هخامنشیان دارای 4 اصلاحات میگذراند که یکی از این اصلاحات ها اصلاحات راه و علاقه می باشد و در همین اصلاحات راه و علاقه یعنی تأسیس همین یک چاپران، یک گروه آدمان، یک گروه شخصانی که در نزد دربار برای برده رساندن اطلاعات به منطقه ها، اگر به امروزه گیریم به ولایت ها گوییم یا که در آن وقت ساتراپ ها می گفتند، برای برده رساندن بود. اکنون اصلاحات گفته در اینجا چی را در نظر داشتند که خب تا به این وقت بنگاه های البته راه ها می ساختند و برای باز بنگاه های می ساختند در همین راه ها که هر 20 کیلومتر بعد خب در آنجا اسب ها نگهداری می شدند و این اسب ها خب برای ما و شما معلوم است که اسب هم یک موجودات زنده است، یک جاندار زنده است. یعنی 20 کیلومتر هم رفته و خسته می شود، مانده می شود و بعد این شخصی که همون چاپر گوییم همین اطلاعات که در دست داشت، البته اطلاعات های رسمی درباری بودند و پیامی مثلا شاه بود اکثرا و با 20 کیلومتر بعد اسبش رو عوض میکرد، چون در اونجا اسب دیگر نگهداری میشد و این اسب رو مانده اسب دیگر رو گرفته یعنی تیزتر باز حرکت میکرد. یعنی که اینجا اگر بگیریم 20 کیلومتر بین 40-20 یک نزدیک آوردن خودی وقت هم یعنی که بینابت گرفته همین کار رو کردن و همین گونه یعنی که این فکت تاریخی است. اطلاعات برده رسانده میشید و غیر از این جارچیان در بازار و در جایهای سیر آدم البته میگشتند و اطلاعات یا اینکه هر آن چیزی که بود به مردم میرساندند. این البته این در زمان هخامنشی‌ها و ضرورت اطلاعات را برای خود مهم دانستند همین کار را کردند و همین گونه در بعداً در دولتداری های دیگر هم به همین شکل ها اطلاعات برده رسانده می شد و در این میان دولت دیگری که بود دولت ساسانیان و اولین ورقه ها پیدا شد با نام روزنامک. توسط این ورقه ها به مردم اطلاعات رسانده می شد و اینکه یک کمتر اکنون انکشاف یافت اطلاع رسانی گوییم پیشرفت کرد. یعنی که ما از آن هم میتوانیم گفته که اینها دولتداری های ما بودند. انکشاف کرد، روزنامه در ورقه ها تقسیم شد و بعد از این یا که در همان سالها در چین هم همین گونه یعنی ورقه ها برده رسانده می شد و در ریم هم با نام اکتا و در چین با نام زینبا ورقه ها می برآمد و به مردم رسانده می شد اخبار و اطلاعات. یعنی اون چی که شما اشاره کردید ابتدای ژورنالیستیکا در جامعه بشری شد. این یعنی ابتدای اطلاع رسانی که تا شکل اول آمده رسیدن است. دیگر اینکه در این میان باز ما دولتداری ملی اولین دولتداری ملی که ما میگوییم دولت سامانیان
خب در دولت سامانیان هم اکنون باز یک کمتر رشد کرده بود و همین اطلاع رسانی یکی از دیوانهای همین دولت سامانیان دیوان صاحب البرید، یعنی به امروزه گیریم وزارت یا وظیفش نظارت اخبار و اطلاعات دولت بود یا اینکه برده رساندن اخبار و اطلاعات بود که بینید که در شکل وزارت، یعنی که در شکل دیوان تأسیس داده شد و وظیفه کارمندان این دیوان از آن عبارت بود که به منطقه ها نه تنها اخبار و اطلاعات را برده می رساندند، در کتاب هم آورده شده است که یک مثلا کاری پشته را اجرا می کردند و من در مجموع با اطلاع رسانی، یعنی با فکت ها گفته می توانیم که این دیوان به همین چیز مشغول بود و در دولت ها همین گونه اطلاع رسانی بود. درست است. بسیار تشکر. چون یک سیر تاریخی کردیم احساس کردیم که ابتدای پیدایش ژورنالیست که بسیار یک مرحله های مختلف و گوناگون را پشت سر کرده است، تا این زمانی که یک شکل معین یا قالب معین گرفت خیلی مرحله ها رو پشت سر کردند. اکنون زمانی که ژورنالیست که به یک قالب معین وارد شد، وظیفه های اساسی ژورنالیست در اون دوران از چی عبارت بود؟ چی کارها رو انجام میدادند؟ مثل امروز بودند یا اینکه فرق میکرد؟ رشد انسانیت، رشد تمام ساحه ها روز از روز، یعنی که امروز از دیروز فرق دارد. این به طور یک طبیعی است. ولی خود همین مطبوعات هم بعد اختراع دستگاه چاپی پیدا شد و این به عصر 15 راست می آید و وقتی که اولین روزنامه ها پیدا شدند در ممالک پیشرفته هم گوییم پیدا شدند، ولی در آسیای میانه همین چیز نبود، دیر پیدا شد، 200-300 سال بعد پیدا شد. مثلا اگر اولین روزنامه در آسیای میانه این ترکستانسکی ودمستی باشد، یعنی که پیدایش گازت یا روزنامه، در اروپا از این پیشتر اگر ما همین را با گازت یا روزنامه انگلیش مرکوری انگلیا مقایسه کنیم، این قریب 300 سال 280 سال فرق دارد. یعنی که از همین این یک مقایسه من است که واقعی است و تاریخی است، فرق دارد. و یک چیز دیگر هم در اینجا گویم که همون نشریه‌ای که در آسیای مرکزی هم در آسیای میانه هم پیدا شد، این هم مثلا از دولتی مثلا دولت‌هایی که به منفعت مردم آسیای مرکزی هم گویم نبود. این متعلق به حکومت پادشاهی روسیه بود و این مثلا بعداً در سال بخارای شریف پیدا شد. در سال 1912 یعنی بخارای شریف پیدا شد که اولین نشریه با زبان تاجیکی فارسی در منطقه آسیای میانه نشر می شد. ولی متاسفانه در امارت بخارا نسبت همین گازت، نسبت نشریه ها بی‌اعتنایی میکردند، حتی اجازت نمیدادند و بسته شدن همین بخارای شریف هم همین گونه سبب ها داشت. طوری که شما امروز در فاکولته ژورنالیستیک دانشگاه ملی تاجیکستان همچون آموزگار فعالیت میکنید و علاقه به نسل امروز و آینده ژورنالیستیک ما تعلیم و تدریس میدید و معلوم است که این کسب ما و شما یک معیارهای اخلاقی کسبی هم دارد. آیا در اون زمان هم ژورنالیستیک یگان معیارها داشت؟ اگر داشتن چگونه بودند؟ از روز پیدا شدن همین سخن هم البته سخن این مسئولیت داشت، یعنی که انسان یعنی که برای سخن گفتهش یک مسئولیت، یک آداب، یک اخلاق، یک معیار وجود داشت. ولی اینی که آداب کسبی البته در همه دور و زمانها این بود، ولی به طور مشخص رعایت معیارهای اخلاقی فعالیت ژورنالیستی در تاجیکستان در زمان صاحب استقلالی قبول کرده شد. تشکر زیاد. امروز در تاجیکستان ژورنالیستیک در کدام مرحله قرار دارد از دیدگاه شما؟ در زمان صاحب استقلالی البته با رشد کرد و ما در زمان صاحب استقلالی هم مثلا امروز از هر چهار شکل و استفاده میکنیم، هم از مطبوعات، هم از رادیو و هم از تلویزیون و هم از اینترنت ژورنالیستیک و خب زینه به زینه سال تا سال خب ژورنالیستیک هم رشد میکند، هم از نگاه کسبی و هم از نگاه تکنیکی و هم از نگاه مثلا تأسیس تلویزیون ها، تأسیس رادیو ها و اکنون امروز که اینترنت ژورنالیستیک دیگر به همه دست یافت، این هم مثلا خود همین رسانه ها
یعنی که با اینترنت ژورنالیستیکا گذشته ایستادند و این در عمل ما میبینیم که واقعا چشمرس است و خدمت ژورنالیستان در تمام انعکاسی مسئله ها و اخبار و اطلاعاتی که مربوط به دولت تاجیکستان است و مربوط به مردم است و اینکه به مردم اطلاعاتی که در کار است مردم یعنی که ژورنالیست که تاجیک خدمت خودش را انجام داده است. از شکل چهارم ژورنالیستیکا شما صحبت کردید، یعنی اینترنت ژورنالیستیکا گفتید، این چی پدیده است و تاثیر این را شما به روزنامه‌نگاری به کسب روزنامه‌نگاری چگونه بهاگذاری میکنید؟ در زمان پیدایش تلویزیون میگفتن که ما تلویزیون را میبینیم و تلویزیون جهان را میبیند، ولی اینترنت ژورنالیستیکا همین گونه امکانیت هایی را به میان آورد که خب در یک وقت در یک حالت یعنی که همون چند رسانه‌ای که میگیم در آن هم متن دیده می شود، هم صدا، هم سیما. خب البته از اصول های امروزه هم مثلا اینفوگرافیکا و دیگر چیزها رو ما از این دیده می توانیم، ولی این با ژورنالیستیکا پیش از همه مثلا بسیار در سمت صریحیت اخبار، در سمت زود رساندن اخبار به اودیتوریا پیش از همه همین امکانیت را فراهم آورد، همین امکانیت را داد. حتی در شکل آنلاینی هم مثلا امروز ها میبینیم که از طریق همین اینترنت و صحیفه هایی که در اینترنت دارن واسطه های اخبار عامه، پخش های آنلاینی هم حتی به که امکانیت داد و بار آمد و البته و امکانیت داد که اودیتوریا در یک وقت مثلا در گفتگو با همون واسطه اخبار عامه است، البته در شکل مثلا موقع چه معین کند، در شکل همون لایک و کامنتاری و همین ها. اکنون چون گفتید در مورد فعالیت روزنامه‌نگاران یا ژورنالیستان، معلوم است که این کسب بسیار هم پرشرف و هم پرخطر هم هست. ببینید که در این زمانی که بسیار جنگ های اطلاعاتی خیلی با سرعت پیش می روند و مسئولیت هر یک روزنامه‌نگار باز بیشتر می شود در این مرحله. اکنون امروز مشکلات ژورنالیستی در تاجیکستان در چی است و پیشروی هاشون در کدام سمت است؟ شما چی گفته میتونید در این موضوع؟ خب ژورنالیستیکای تاجیک در طول فعالیت خود، در طول پیدایش خود از اول تا به امروز خب برای مردم، برای دولت، برای همین سرزمین خدمت کرده است. البته خب در زمان شوروی اگر بسیار وای مثلا چی گوییم سنزور بود، مثلا در اونجا مثلا فقط و یا واسطه های اخبار عامه همون دولتی بودند، حزبی بودند، تمام. البته بعد از صاحب استقلالی امکان داد که واسطه های اخبار عامه مستقل پیدا شوند، قانونگذاری واسطه اخبار عامه نوشید، چندین قانون های قبول شد برای واسطه های اخبار عامه که ساحه را تنظیم میکند و این هم حتی در ژورنالیستیکا فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان هم از فرمان 622 که از سال 2009 که برای واکنش شخصانی منصبدار، این هم یک مثلا دستگیری دولتی است که دستگیری ساحه است که مثلا برای ژورنالیستان هست. و خب از نگاه مادی تکنیکی گویم تأسیس تلویزیون ها، تأسیس رادیو ها، خب شماره نشریه ها زیاد شدند و امروز خیلی همه همین باز قریب در اینترنت هم خب صحیفه ها دارند، فعالیت خود را پیش میبرند. از نگاه شما بعضا میگویند که ژورنالیست باید شخصی باشد که بی‌طرف. شما زیر همین مفهوم چرا میفهمید و برای بیننده های ما چی گفتم میتونید که بی‌طرفی یعنی چی؟ ژورنالیست هنگام جمع آوردن اطلاعات، هنگام پخش اطلاعات مثلا باید که همون رعایت معیارهای اخلاقی، این هم یکی از نقطه های هست در همین رعایت معیارهای اخلاقی که آورده شده است که مثلا ژورنالیست باید که با مثلا طرفگیری نکند، یعنی که واقعیت را به مردم رساند، آنچه که هست از واقعیت، یعنی که حقیقت نگار باشد و واقعیت را به مردم رساند و این مثلا به آن هست که یعنی که ژورنالیست هم در نوبت خود مسئولیت دارد در نزد خود. مثلا این واسطه اخبار عامه برای یک کس و دو کس نیست، برای جمعیت است، برای عامه هست و امروز امکانات داده است که تمام عالم شما را میبیند
از این سبب باید که ژورنالیست مسئولیت سخن را در نزد خود احساس و رعایت نماید. شما با تعلیم و تدریس ژورنالیستیک آینده مشغول هستید یا امروز و آینده؟ از نگاه شما، از اون تجربه‌ای که دارید، متخصصان امروز ما چگونه است میل و رغبتشان به همین شاخه؟ عموما تعلیم گیرندگان یا اینکه دانشجویانی که مثلا در رشته‌های روزنامه‌نگاری تعلیم گیرند یا اینکه تدریس خود را ادامه می‌دهند، البته آنها تا به این مثلا رشته‌های روزنامه‌نگاری آمدنشان آنها کسب انتخاب کردند و اینا الکی این انتخاب کردن خودش هم یک قدم اول است و خب البته در این میان هنگام تعلیم یا تدریس صیقل می‌دهند دانش‌های خود را و خب همین که در واسطه‌های اخبار عامه داخلی و خارجی مثلا ختم کنندگانی مثلا فاکولتی‌های روزنامه‌نگاری کار و فعالیت میکنند، این خودش هم یک مثال روشن است که خب البته آنها شوق و رغبت دارند به کسب و پیوسته باید در تکمیل خود هم باشند، چون که ژورنالیستیک فعالیتی است که خب امروز یک مواد تیار کردی، امروز یک برنامه، یک مقاله تیار کردی، او را پخش کردی یا نشر کردی، پگاه او را تکرار کردن نمیتوانی. پگاه باید برای اودیتوریا یک چیزی نو نویسی، یک چیزی نو گویی و اودیتوریا هم همه وقت همین را میخواهد. همین را میخواهد و همه وقت منتظر همین است. اگر همین تکرار کردن خودشم در ژورنالیستیک بسیار یک چیزی خوب نیست و این البته اودیتور قبول ندارد. همین هم یک از چی بگوییم بسیار مسئولیت کلان است که وقتی که هر روز باید چیزی نو باشد، یعنی که مثلا فرق نداره در یک هفته مثلا یک بار اگر یک مقاله می نویسونی یا که یک افیر می برایی، این باید که یعنی که چیزی نو باشد. دید شما رو میخوایم وابسته به ژورنالیستیک آینده بدونیم که چگونه است، چون آینده نگری شاید مسئولیت ما نباشد، ولی از اون تجربه، از اون رشد بی‌میلونی که سمت ژورنالیستیک تاجیکستان دارد، شاید تخمین گوییم که آینده ژورنالیستیک ما چی است. برای آینده ژورنالیستیک همین را گفته میتوانیم که مثلا البته باز هم آنهایی که برای ژورنالیستیک مثلا تعلیم میگیرند یا اینکه نیت ژورنالیست شدن دارند و آنهایی که صاحبان مثلا واسطه‌های اخبار عامه هستند، البته به نظر گیرند که مثلا در آینده رقابت پذیر باشیم و دیگر واسطه‌های اخبار عامه مثلا خارجی که ما باید این چیز از امروز به این نوبت گیریم، به خاطر رقابت پذیری این باید به این نوبت گرفته شود. از رشد تکنولوژی در سمت ژورنالیستیک صحبت کردید، آیا این به کار ما روزنامه‌نگاران چی تاثیر رسانیده میتواند؟ همین که ما واسطه اخبار عامه میگوییم و باز در همینجا یک چیز دیگر که واسطه های الکترونی اخبار عامه، همین واسطه های الکترونی اخبار عامه از پیدایش همین رادیو، تلویزیون و امروز آمد اینترنت خودش دلیل آن است که تأثیری نهایت کلان دارد. یعنی که این سبب شد که ما با اودیتوریا مثلا صدا توسط صدا با اودیتوریا مثلا اخبار و اطلاع را رساندیم و البته رادیو تلویزیون سبب شد که ما اکنون توسط صدا و سیما با اودیتوریا مثلا رساندیم و این اینترنت ژورنالیست که مثلا تکنولوژی اطلاعاتی و مخصوصا با مثلا یاری اینترنت توسط اینترنت اکنون بین مثلا واسطه اخبار عامه و که شخصی که اخبار رو پخش میکند و اودیتوریا یک مناسبت متقابله رو با میان گذاشت. همون در مثال مثلا گفتیم کامنتاریا و لایک و دیگرها، یعنی که اکنون در این زمان موقع اودیتوریا هم معین شد. از گفته‌های شما ما این چیز رو احساس کردیم که یعنی امروز در ژورنالیستیک بسیار یک دیگرگونی‌ها با سرعت تغییر می‌کنند، وارد می‌شوند. آیا این به ژورنالیستیک کلاسیکی ما تاثیر رسانیده می‌تواند؟ البته در اینجا همون بحثی که به میان میآید که مطبوعات از بین می‌رود یا نمی‌رود، این آخری سوال هم به همین اومده می‌رسد. البته تاثیر می‌رساند. مثلا همین صریحیت اخبار البته که توسط اینترنت تیزتر است. مثلا امروز اینترنت ژورنالیستیک یا تلویزیون یا رادیو همین خیلی از تیزتر است، لیکن مطبوعات این گپ سره که اصول ها
یعنی در ژانرها اصول رساندن اخبار و اطلاعات هم تاثیر رسانده باشد، یعنی ژانرهای نو پیدا شده باشد. این گپ سر اینکه هر یک چیز باز جای خودش رو دارد. مثلا اکنون خب مردم مثلا هر یک واسطه اخبار من باز چی میگن اودیتوری خودش رو دارد، یعنی خواننده، بیننده و شنونده خودش رو دارد. گرچنده که امروز بسیاری ها از اینترنت استفاده میکنن، از اینترنت ژورنالیست که استفاده میکنن، اخبار و اطلاعات را از این میکنن. اگر امروز زیاده از 5 میلیارد اهالی روی عالم مثلا تلفن داشته باشد، زیاده از 4 میلیاردش با شبکه‌های اجتماعی شناس هست یا اینکه دارند کاربری میکنند، از اینها استفاده میکنند. همین خودش یک تاثیر هست. اطراف این موضوع بسیار ملاحظه گذاری کردیم و این موضوع بسیار دامنه‌دار است و میخواهم در انتهای صحبت توصیه یا مصلحت و مشورت شما را همچون یک ژورنالیست، همچون یک معلم، همچون یک نفری که همه روزه به تعلیم و تدریس نسل آینده ژورنالیستیک ما مشغول هستید و کار و فعالیت میکنید چی هست؟ آیا ژورنالیستیک امروز ما که برای آینده کار میکنن چه مسئولیت‌هایی باید داشته باشند از نگاه شما؟ پیش از همه همین 100 سال اخیر رو اگر گیریم، خب ژورنالیستیک یک نوع حتی تاریخ را در همین از نشریه ها و دیگر پیدا کردن، جستجو کردن ممکن است. مثلا از همین نشریه ها بسیار یک تاریخی مثلا بازگو کننده روشنی ما است که مثلا در اینجا ما دیده میتونیم. و البته مثلا برای رشد ساحه پیش از همه باید که ژورنالیست یا اینکه ژورنالیست شونده دانش خوب و ملکه و مهارت ژورنالیستی خود را پیوسته سیقل داده باشد. مثلا ژورنالیست در ردکسیه کار میکند، در واسطه اخبار ما کار میکند و اگر پیوسته به آموزش اینکه در فکر یک خب رساندن اطلاعات یا که اصول و اسلوبی نو نباشد، البته اودیتور اینا میخواهد و این هم باید به اینابت گرفته شود. و پیش از همه باید که دانش های یعنی فوندامنتالی میگن. دوستان عزیز، ما اطراف ژورنالیستیک گذشته و امروز و آینده یک چند لحظه ملاحظه گذاری کردیم. امیدوار هستم که از این صحبت های ما برای خویش چیزی برداشت کردید و باید همین رو بگیم که امروز در حقیقت پیشاروی ژورنالیست یک مسئولیت بسیار بزرگ می ایستد و هر یک نفری که در این سمت کار و فعالیت میکند باید این مسئولیت را از دیروز دیده بیشتر احساس نماید و در اجرای رسالت کسبی خود همه‌جانبه تلاش و کوشش و غیرت نماید. زیرا روندی با صورت تکنیک و تکنولوژی، خب جنگ‌های اطلاعاتی و همزمان برخورد تمدن‌ها و فرهنگ‌ها این مسئولیت را پیش روی هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان، خاصتاً اونهایی که در سمت ژورنالیستیک کار و فعالیت می‌کنند می‌گذارد. مهمان برنامه ما بودند ژورنالیست، استاد فاکولته ژورنالیستیک دانشگاه ملی تاجیکستان سعید حلیم شاهانی که واقعا با مسئله گذاری های بسیار روشن در این موضوع فکر و ملاحظه های خیش را بیان کردند و ما از استاد بسیار تشکر میکنیم که به برنامه ما تشریف آوردند. خاتمه همین است که یعنی امروز وظیفه ما از چی عبارت است؟ خدمت کردن به خلق، به ملت، به وطن و اون ظرفیت هایی که امروز دولت و حکومت تاجیکستان برای ما فراهم کرده است آنها را باید ثمرناک استفاده بریم. این بود برنامه صحبت روز. تا دیدار دیگر شاد و سربلند باشید.